سلام دوستان عزیز، در این ویدیو میخوایم برای شما چند تا قانون جدید سال 2026 بگم. کسایی که جدیداً وارد کشور آلمان میشن و درخواست پناهندگی میدن. دوستان عزیز، کسایی که جدیداً وارد کشور آلمان میشن در مرزها ثبت نام میشه، بایومتریک میشن و در اونجا هویتشون مشخص میشه و بعداً دوباره اونا رو به کشور آلمان منتقلشان میکنن. دوم دوستان عزیز، مهاجرایی که از یکی از کشورهای اتحادیه اروپایی امن وارد کشور آلمان میشه، زمانی که وارد کشور آلمان شد به احتمال زیاد درخواست پناهندگیشان رد میشه و دوباره اینا را میفرستن به اون کشور اتحادیه اروپایی امنی که از طریق از کشور وارد کشور آلمان شدن. سوم دوستان عزیز، مهاجرایی که در یک از کشورهای اتحادیه اروپایی ازشان شخص گرفته میشه و یا هم در اونجا بایومتریک میشن، کسایی که درخواست پناهندگی میده و در اونجا درخواست پناهندگیشان بالا تکمیل میمانه یا تکمیل نمیشه، اینا را دوباره میخواین به مو کشوری بفرستن که اینا در اون کشور بار اول اثر انگیش ازشان گرفته شده و در اونجا درخواست پناهندگی دادن و درخواست پناهندگیشان تمام نشده، دوباره روان میکنن دوستان عزیز همچین اشخاص را. و واقعیتش هم دوستان عزیز در سال 2025 هم در آخرش قانونا واقعا سخت شده بود و در سال 2026 که است سخت‌تر شده نظر به سال قبل.